بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بزرگ و مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز روز است که امتحان می شویم و یا کامیاب و یا خدای نخواسته ناکام می شویم. پس دیر نشده به چنین اشخاص و افراد کمک کنید تا الله بزرگ و مهربان دست شما را در دنیا و آخرت بگیرد. برای کسانی که امروز محتاج یک لقمه نان و یا یک جور لباس است کمک کنید. هدفتان فقط رضای الله بزرگ و مهربان باشد. به نام خداوند بخشنده و مهربان. جا داره که از بنیاد خیریه الحاج محمد یاسین احمدی تشکری بکنم که بابت از اینکه یک تعداد از فامیل هایی که مستحق هستند، یتیم هستند، که دچار مشکلات فقر فراوان می باشند که در همچین یک شرایط دستشان را می گیرند. بنابراین ما از آدرس شورای مردمی ناحیه 16 یک تعداد از اطفال به وضاحتی که پدرشان نیست یا دچار مشکل